سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتهای خوبش. اما بعد بار دیگر تکرارا ماه مبارک رمضان که دهه آخر شد برای همه شما هموطنان همزبان ها حتی تبریک میگم و انشالله که این ماه با تمام قانون قاعدش و تمام نازکی هاش میگیم استقبال کرده باشیم و پشت سر بگذرانیم یا کرده باشیم. موضوعی که امروز میخوام در اطرافش صحبت کنیم در یک جایی با شما هموطنان این منزلت و قدر قیمت شهدا یا اینکه فضیلت شهدا و این راست میاد با این حادثه‌ای که هفته گذشته رخ داد. اصلا منزلت و فضیلت شهید یا اینکه شهدا جمعی تمامی بگیم از 5-10 نفر یا زیاده را جمع میگن یا اینکه تعداد زیاد میگن گروه. وقتی که ما شهید میگیم اصلا شهید سه نوع میشود: شهید دنیایی، شهید آخروی و شهید دنیا و آخرت که ای همه در خوبش بگیم عالی ترش همین شهید عالی یا که اعلاه هم در دنیا هم در آخرت و در نزد خداوندم بهترین شهیدش همین که پروردگار عالم این خداوند قادر یکتا ما و شما را به این درجه نصیب بگردان. از آن جمله مرا آرزوی دینم همین است که پروردگار شهید اعلا قبولم گردانده باشد یا ای که از دنیا همچون شهید مرا به آخرت قبول بفرماید. شهید دنیایی اکثر مردم ما مثال در حالت اواریا میگیم صدمه یک نفر وفات میکنه میگن شهید چی؟ او در همین دنیا های شهید با زبان یا که در همین ظاهری دنیا او شهیده اما قیامت شهید حساب نمیخوره. مثلا یا که در بعضی حالتهای شاید در عسکری باشه یا که در یگان حالتی جنگ میشود، مثلا این حالتهایی که شهید دنیایی است. زیرا شهید قانون خود اخچه داره: بالغ باشه، مسلمان باشه و با اطاعت یا که امرهای خداوند پابرجا باشه. هر کس شهید شده نمیتونه، مسلمان است اما شهید 4 درجه یا که مرتبه داریم که در نزد خداوند قدر قیمت دارن و قبولن. یکم انبیا، نبیها، پیامبرا. دوم صدیقین، درجه‌ای که از دنیا یا وقتی از دنیا میگذرن خداوند بگیم که ایده درجهش که ما بگیم برخوردار شده نمیتونیم. سوم درجهش خداوند قبول ممکنه شهدا و 4م درجهش صالحین. 4 درجه مرگ یا که مرتبه داره انسان که از دنیا وقتی میگذره در نزد پروردگار بگیم که قدر قیمت داره، منزلت داره. و امروز موضوع ما بحث ما سر شهدا میره. گفتیم شهید دنیایی مانند اواریا یا یک حادثه‌ای که در همین دنیا مردم را شهید میگن، حتی در راه خدا اینا. مثلا این همین حادثه شید دوارخ، این همین حادثه شید نه ما میگیم شهیده. بله در دنیا ما هم او را شهید قبول داریم اما ما نمیدونیم که خداوند شهید آخرت قبولشون کرده یا نکرده. غیر از این نفری که بگذار این جنگ ما نمیگن زیاد ما مردم ما ایسان میگن خوب خبر ندارن، همین کارهایی که بعد دنیا رب داره او را شهید حساب نمیکنن، او را ثواب حساب نمیکنن. مثلا مثال اسلامی میارم: یک نفر مجاهده، ریش داره، سله داره، جلک داره، جامه داره و در راه خدا میره، الله اکبر میگه، یک نفر کشت. یک نفر اون طرف با سنایپر زدش، او مجاهد انا شهید شد مثلا. نه همین شهید هم شهید دنیایی میشود. برای چی؟ یک حدیث داریم ما پیامبر نازنین علیه السلام حضرت محمد مصطفی علیه السلام که 3 گروه انسان در روز قیامت میورن. هر سهش آدمی خوب، آدمی بگیم که باورینو که مشهور، مثلا یکتاش همین مجاهده در راه خدا
میگه ما جهاد کردم، ما چندین نفر مثال بگیم که دشمنای تر خدای کشتم، اینقدر مهنت کردم، جان ما دادم یا که خونم ریخت، اما به دوزخ میرود، به جهنم میرود. برای چی؟ برای این هدفش، مقصدش شهرت یافتن یا که مشهور شدن، نامداری یا که از نمین تنشیدن بده. مردم تعریفش کنن که بهترین مجاهد ای دنیا گذشت. اینا شهیدی چی میگن؟ همین دنیا در قیامت شهیدش قبول نمیشه. خب یک نفر دیگه ثروتمند با پولدار که در دنیا خیر صدقات زیاد میکنه، اما همش به خاطر ریا، به خاطر خودنمایی، تعریف مردم، در قیامت او به دوزخ میره. سوم نفر عالم دانا، دانشمند، ملا، حضرت، مولوی، شیخ. این هم همچنین در دنیا دعوت کرد، چندین نفر نمازخوان شدن، نفرای ای گناهشون دست کشیدن، اما در قیامت این به دوزخ میره. برای چی؟ به خاطر معروف، مشهور و احترامی مردم صحبت داشت، به خاطر خدا نبود. خب صحبت ما درباره شهیده. شهید دنیا گفتیم انمی شهیدای در دنیا خدا اگر قبول کنه، شهید قیامتی قبول کنه. و شهید قیامتیش همون نفری است که مثلا در ما و شما هسته، ایرا اهمیت نمیتن. موافق حدیث اگر بگیریمش، زن حامله دار سر فرزند میگه میره کو، او وقتی سر فرزند رفت او شهیده. یک نفر که دیوال در بالش چپا میشه شهیده. در ما ایرا شهیدی سو فکر میکنم نمیکنم اونقدر اهمیتش نمیتن، اما در قیامت اینا شهیدن. مانند حدیث پیامبره که نفری که شکم درد باشه ای دنیا بگذره، مسلمان ما با میگم که گپای ما در هم انسانای رو دنیا دخل نداره، شکم درد باشه دنیا بگذره شهیده. و نفر سوم شهید دنیا و آخرت، دوینوی هم در دنیا میدونن شهیده و هم در قیامت هم خداوند قبولش داره شهیدی. بازم تکرار میگم که خداوند ما را از شهیدی دنیا و آخرت شهیدی اعلاش قبول گردونده باشه. و موضوع ما امروز درباره شهدای و میخواهم تنها درباره از اگر 8 سال یا 10 سال قبل یا که بگیم که سابقه را صحبت کنیم. همه او را ناموشان نمیدونیم، اما تاریخ روزشون و ماه سالشون هم میدونیم که چی در داخل وطن چی در مرزها، یعنی خارج وطن هم حسابش کنیم. از طرفی هم دشمنای داخلی هم دشمنای خارجی به قتل رسیدن و از اون جمله همین 19 نفری که در همین 3 شبانه روز ما جان او را ای دست دادیم. ناموشون هم هست نزد ما چند اینجا پیشنهاد میکنم که اینها را باید قدر قیمتشون ما بدونیم. خب صورت نمونین برادرها، عکس تماما نمونین، عکس نمونین. اینجا صحبت میکنیم، اگر نفر باشه یا که هموطنی باشه که صحبت کنه اویدی همینا، مرحمت قبولش کنین. زیرا جماعت صحبت کنیم شاید 1 ساعت ما دیگه صحبت میکنیم با هم تمام میشه، فکر میکنم مردم میمونه. اگر باشه نفرای صحبت نکردگی داخل استودیوشون کنین، نباشه ما صحبت ما دوام میتم. تاریخ استودیو داخل شدن با فکرم دیگه میدونه تکرار نکنیم، اما زیر نوارده خب زیر نوارده سیلکه های یا که لینکش میگن در همون داخل میشین و نشان تا میته یا چیز فیسبوک یا چیز یوتیوب دیگه نام یک خطا نمینایسین یا که نام یک بزرگوار یک نام خوب بنایسین و یک صورت چیتون مهم نیست. با پسی ماسکه گپ میزنه یا پسی پرده یا که چهره اوش اختیارتون مجبور کردن نمیخواهم و نمیکنیم کسی را. و 12 نفر زیاد نمیبره استودیو، یعنی آگاه باشین. خب ما در اینجا تا یگون نفر داخل شدن درباره اینا صحبت میکنم و پیشنهادم میکنم. ما 19 نفر قربانی دادیم یا که شهید دادیم در همین زد و خوردی بین قرقیزستان و تاجیکستان، یا که بهتره آسانتر خودترش بگم بین واروق و بادکان. 19 نفر بودن. اینها از افسر سر کرده تا سرباز و حتی شهروندان قطاری یا که عادی. اینها یک ما قهرمانشون حساب میکنم، زیرا بازم تکرارم بگم انسان جان دادن یا که جانش سپاریدن یا فیدا کردن بسیار برای انسان شیرینه، عزیزه. هر کس این کار کردن نمیتونه.
و این کار اینا رو هم کردن. من فکر میکنم که نیتشون هدفشون همین بود که ما جونمون میتیم تا دیگران زنده باشن، دیگران آسوده باشن، دیگران آزاد باشن، دیگران آرام و تنج باشن. همین هدف خاطی اینا جان دادن. برای همین ما اینا را باید فراموش نکنیم و خصوصا بنده همین صحبت کردن در باره همینو وقت ما جیدو کردن برای همین عظمت، قدرت، فضیلت، منزلت این همین شهدا از اون جمله همین 19 نفره بود که وقت ما صرف میکنیم و بازم در آینده بازم ما تکرار میکنیم. زیرا اینا را باید قدردانی کنیم. باید گفتم دیشبم قدردانی اینا چی است؟ ایجاد یکم درجه رژیم حکومت میتونست که با تنتنه با تمام همون کتکوت حرمت عزت خطی همینا رو دفن میکرد. شما میدونه که سرباز افسر فضیلتش مرتبهش در این دنیا دو دنیا هم از شهروند عادی بالاتره. میدونید نه؟ زیرا سرباز افسر مسئولن، وظیفه دارن که این همین پارچه زمین این همین طرفش این همین کنجا این همین نشونایی که بینشون جدا میکنن این همینجا را باید یا نگاه کنن یا وظیفه شونه. شهروند یا دیگه وظیفهش نیست، اما برای همین این منزلت داره، فضیلت داره. با او خریدار ما سرباز قدر نداره، افسر قدر نداره، وگرنه اینا فرق زیاد دارن در این دنیا هم در دنیا. برای همین یارا باید با یک تنتنه با یک بگیم شکوه و شهامت کلان باید یارا به خاک میسپاریدن. اما ارمیه در ما که چیز نیست. برای سرباز با میگن قدر نداره افسر، در ارمیه این چی خچه داره، اصول راه و روش خچه داره که سرباز یا افسر یا گنرال وقتی از دنیا میگذره او را با همون سربازای بگیم مخصوص با همون گلچنبر و بیرق شاید با کم کم خیلی تیر پرانی هم بشه طرف هوا. میدونین یا بازم میگم که جان دادن تو موت زنده باشیم یا که نه رژیم نه دشمنو زنده باشن، نه اینکه ها جان داد رفت تمام دیگه. خیلی نه، باید حرمت عزتشون کنیم، قدر قیمتشون رو بدونیم تا اینکه دیگرها بعد از او شاید این جنگ تمام نشده، شاید با دوام میخوره این طرف نشید فردا شاید از طرف افغانستان سر شود، دیگرهاش هم برون، دیگرها هم بدونن که ما را حرمت میکنن، ما ای دنیا میگذریم، زنی من فرزندی من به صاحب نمیمونم، گشنه تشنه نمیمونم یا پدر مادری من. وقتی که یورا ایثاری حرمت کردی یک چی میگن شرک میشون، شیردل میشون که برای وطن هم جان بدن، حتی در کش برای همین پلید رحمان فهم جان میتن. وقتی اگر همین کمک ها بشه میدونه نه بسیاری میگن که ما جان من فدای پیشوا میکنیم، این درست نیست، اما خیلی میکنن ای گمراهیشون. غیر از این نگاه کنین یک کار دیگر هم میتونه رژیم بکنه، حرمت عزت شهدا. اهل عائله شون خطی میومد از نزدیک صحبت میکرد، دل برداریشون میکرد، همدردیشون میکرد. در جنازهشون با میگن که اشتراک باید میکردن نکردن، این به احترامی ای، این به قدری و نوپسندی یک بگیم که کشور یک حکومت علیه بگیم که مردم شاید از همین خاطر بازم میگم که شما نره خودکشی نکنید. وقتی که شما را حرمت نمیکنن با قدرتون نمیرسن نرین در مرز جنگ نکنید. باید شما را حرمت کنن. شما با میگم که انسان یک فضیلت است. اگر همین سربازا و افسرا را همین رژیم قدرت داشت، توانایی داشت در ولایت سوق یا که در همون یک جایی که بگه میدانی جمع میکرد انسان همون مردمی همون منطقه را تمام همون کامرا و تلویزیونش هم می آورد و یک تنتنه اگر همی رو به خود میسپرید هم دنیا میدید، مثال میگفت آه این قدر قیمتی سربازوش افسروش دانست در این حالت، هم دشمن یا که نمیدونم شما چی حساب میکنید او میدید میفهمید که این حرمت عزتی سربازوش داره و در این وقت هم با مردم همی میدید با میگو که الهام در میومد که فخر میکرد من فردا برم جان آبتم انمی خیلی مرم حرمت عزت میکنن، انمی خیلی و یک کتکود میبرن به خود میسپرن میگه که اویلای ما خانواده ما را نگاه میکنن. اما این کار نکردن، این یک بی‌قدری نوپسندی است. این باید ما خیلی نمونیم. مردم باید چیکار کنیم؟ مردم ما باید همین نفرایی که در همین جنگ یا که بگیم در همین حالت وزنین از دنیا گذشتن، اما چی است که کارتیکا که همه ما شما میدونه ورق نوشته، همون شاید مرز همونجا باشه، سرحد همونجا باشه، در همونجا یک لوح یا که تابلوش میگن دوسکا برین تمام اینا می نمیاره 19 نفره چند نفره اگر باز زیاد شیده باشه
بازم در اونجا باید نامه همه رو به حرف سرخ، به حرف سرخ یا که شهید به حرف سرخ نام نسبش باید نوشته شود. من نامش نه بخونم، این خوندگی بدن بازم میخونم شد. خب یکم نفر حکمت الله محکمov، دویم نفر ابراهیم خان هاشم زاده، سوم نفر دلیر اشانov، چهارم نفر حسین جان شراپov، پنجم نفر مهروزالدین محردینov، ششم نفر صلاح الدین گدایев، هفتم نفر بختیار محمودov، هشتم نفر نکروز غفورov، نهم نفر شیرعلی رحمتزاده، دهم سفر نبیев، یازده امیدجان یوسف، دوازده شیرعلی رحمتزاده، سیزده سفر نبیев، چهارده محمدالله رجب علیزاده، پانزده جسورجان سویرقول، شانزده حسن اکبرov، هفده صابر وهابov، هجده منوچهر قلندرov، 19 اصلالدین عبدالزمانov، 20 عبدالله سعیدov. 20 نفر شده. نگاه کنید 20 نفر در اینجا افسر هم هست، سرباز هم هست، شهروندی عادی هم هست. این 20 نفر این خیلی نفر زیادتر، این تعدادش کم نیست. برای احترام کردن اینها، برای یک جشن کردن برای اینها، یک روزی ماتم برای یا تشکیل کردن، این بگیم که چی نیست، ضرر نیست یا یکی یگان کاری بد نیست یا ما یگان همون نابکاری چی میگن یگان این کار کردن چی ضرر نمیبینیم. ما اگر که ما وقتمون رو صرف کنیم اولی وقته یگان روز ماتم اعلان میکنیم، در یک سال یک روز روزی شهدا باشه، روزی نمیدونم ماتم باشه، روزی غم باشه، روزی تسلیت باشه. در یک روز باید یک سال چخیلی که ما هر سال روزی داریم که جشن ها داریم، روزی خرسندی ها داریم، یک روزی دیگه باید روزی انمی شهدا باشه، احترامی همیه باشه، نام یا گرفته شوه یا را در مردم معرفی کردن در کار، تا اینکه دیگران هم عبرت شوه و دیگران بدونن که ما برای اینای وطن جان میتیم، تا این رنگ اینای یا چیکار کنن ما را بعد از گذشتن فراموش نکنن. من یاد دارم که در همون شهر زندگی میکنیم، یک باغ داشتیم، باغی بوتانیکیش میگفتن، نمیدونم چی باغ، نامش فراموش کردم، یک باغ بود، باغ شهر. در همونجا یک لحو بود، از نمیدونم اگر نگرفته باشن شد نام همین نفرایی که در سالهای 91 92 93 جان داده بودن، وفات کرده بودن یا شهید شده بودن، نامشون قطعی صورتاشون بود، نامشون قطعی صورتاشون بود. از همون در بین نمیدونم یا 100 نفر شاید بودک، یک نفرش همسایه‌مون بود. ما وقتی که با پسر همون میرفتیم اونجا فقط پدر همون رو میشناختم، میگفت این پدر مای، خودم همون بچه فخر میکرد. چخیل فهمیدین؟ یعنی که قدر اکه همون سالا بود دیگه، از من نمیدونم که هست نیست، قدر قیمتی یعنی شهید بعد از رفتنش دانستنش این همی آسانترین بگیم احترام یا که بگیم به نظر گرفتنش این همیه. نام نسبش هم مینویسی. خب بعضی ها شاید پیشنهاد هم کنن که یک کوچه را به نام یک شهدا مونه، خیلی فکر میکنیم چی نمیشه. اگر که یک محله ای نگاه من یک محله 5 نفر 10 15 یا 20 نفر وفات کنه، بله همون محله را یا که حتی همون قشلاقه اگر یا دیه را به نام شهدا مونه خوبه، اما در این زد و خورد از جا از منطقه های گوناگون جان باختگیان، جان دادگیان یا شهید شدگیان. فکر میکنم ای نگاه ما یک محله را ماندن یا که یک دیه را قدر چی نداره. ماننش خوبه اما از نگاه ما خوب نیست. اما ناماشون در همون سرحد، در همون لب مرز حتما باید ناماشون بنویسن. با میگم که پول کلان رسمت کلان در کار نمیشه. در اینجا میتونه که همین شهروندای همون تاجیکستان همون ساکنای واروخ یک آهن چیه یک کرسکه میخری نمیدونم 50 100 تومان ده، یک آهن یک تنکه ترماتو را میزنیش از پیش خودتون، این کار خیریه خودتونه، به خاطر با میگم که این فایده زیاد داره، فایده زیاد داره. این را انجام میتیم بعد میفهمیم فایدهش چیه. و در دیگر کشورها وقتی سربازش ای دنیا میروه، باور کنید قدر قیمتی سرباز وقتی او وزارت مدافعش یا که بعضی اگر ترکیه وری پرزیدنتش در جنازه‌شون اشتراک میکنه شهید گفته، در ما نه وزیر مدافع در جنازه سرباز افسر اشتراک میکنه، نه وزیر داخلیش، نه رئیس کمیته امنیتش، نه پرزیدنتش، نه یگان گنرالاش در جنازه یا زپدلای شما در اشتراک کردن تون. برای شما جان دادن همین نفرا